مقام عاشق رو تا انسان نرسه بهش نمیتونه. گر جان عاشق دم زند آتش در این عالم زند، این عالم بی اصل را چون ذره ها بر هم زند. واقعا همجوری هم هست. عاشق کسی است که در اون منطقه جذب الهی قرار گرفته. عاشق کسی است که به حریم خلوت راه پیدا کرده. چرا فرمود که غضب فاطمه غضب منه، شادی فاطمه شادی؟ چرا اینجوری؟ اگر واقعا کسی انسان خوشبختی باشه، انسان بختیاری باشه، به خلوت او راه پیدا کرده باشه، این عزیز دردانه میشه ها. یعنی به غضب او خدا غضب میکند، به شادی او خدا شادی میکند. دیگه اصلا صحبت عشق، یعنی در عشق وحدته. الان چجوری در همین عشق‌های زمینی شما نگاه کنید همینجوریه دیگه. می‌بینید یک عاشق معشوقش خوشحاله، اینم خوشحاله، اما بی خودی ها بگن چته میدونم، معشوقش ناراحته، اینم ناراحته. یک روح دیگه، یک روح. چی بود که پیغمبر اکرم در جنگ احد دندانش شکست، اویس قرنی در یمن دندانش درد گرفت. اون زلیخا از سپندان تا به عود، نام جمله چیز یوسف کرده، نام او در نام ها مکتوم کرد، سر آن بر محرمان معلوم کرد. گر گرسنه همه چیزو آن زلیخا از سپندان تا به عود، همه چیز نام جمله چیز یوسف کرده بود. گرسنه بودی چو بردی نام او، می شدی او سیر و مست جام او. اگر زلیخا گرسنه میشد میگفت یوسف، سیر میشد. تشنگیش از نام او ساکن شدی. نام یوسف وقت تشنه بود میگفت یوسف. بله. وقت سرما بود او را پوستین، این کند در عشق نام دوست این نام. گرسنه بودی چو بردی نام او، می شدی او سیر و مست جام او. تشنگیش از نام او ساکن شدی. نام یوسف شربت باطن بودی. وقت سرما بود او را پوستین، این کند در عشق نام دوست